اگه سری دوم سریال جومونگ بیاد اون موقع نمیگین اسم من باید بالاتر از اسم جومونگ قرار بگیره؟ نه اینطور نیست. جومونگ در سن 40 سالگی میمیره. پس کسی که مرگش نزدیکه دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداره. من با افتخار 80 سال عمر میکنم. نوه جومونگ حتی جنگای زیادی میکنه. پس به همین خاطر اگه سری دوم جومونگ بیاد مطمئنا دوست دارم که تسو باقی به خاطر اینکه تسو عمر طولانی کرده. بله همینطوره. چطوریه همچین بچه به این خوبی بزرگ کردین؟ البته همه چیز به خاطر تربیت منه. آخه اینا بچه هست تو تربیت کردی؟ در فیلم های دیگه در خدمتتون خواهم. جناب موپالمو سلام. موپالمو جونش فقط متعلق به یه نفر بود. توی صحنه که با اشکاش اینو بیان میکرد تمام اطرافیان متاثر شدن و گریهشون گرفت. من چطور میتونم امپراتور رو ترک کنم و از اینجا برم؟ بینم شما الان بازم داری گریه بله میکنی؟ اما از گرسنگی. بهتره زودتر این مراسم تمام بشه بریم یه چیزی بخوریم. جدا شدن از بینندگان عزیز تلویزیون و دستاندرکاران سریال افسانه جومونگ بسیار غم انگیز. همه گفتن خسته نباشید و دست دادم. منم اشک تو چشام جمع شده بود و جلوی خودم رو گرفتم. گرفتن آخرین سکانس خیلی برای ما سخت بود. وقتی میگفتن که این آخرین سکانسه همه باکسه گله‌شون میگرفت و نمیدونستن چی کار کنن. چرا توی فیلم این همه با سنگدلی میگفتی بکشینش؟ شما دارین چی کار میکنین؟ بهتره کارشو تموم کنین و بکشینش. و این حرفو دوباره تکرار میکنین. زود باشین بکشینش. با اینکه نقش بدی داشتم به خاطر توجه مردم انجام این نقش برام سخت نبود. اگه که سری دوم جومونگ بیاد بعدم نمیاد که اسم فیلمو بذارن خانم سولان. از توجه شما به سریال جومونگ خیلی ممنونم. به خاطر لطف شما بود که تونستیم این کارو به خوبی انجام من فکر میکنم اگه احساسات گرم و پرشور شما بینندگان عزیز نبود امکان نداشت کار به این خوبی اجرا بشه. امیدوارم مثل جومونگ خوشبخت باشین. از اینکه 1 سال همراه با ما بودید خسته نباشید. ما رو فراموش نکنید و سلامت باشید. با اینکه فیلم تموم شد ولی مطمئنم خاطره اون در ذهن ما باقی میمونه. از اینکه در این مدت با برنامه ما همراه بودین خیلی خوشحالی.